پس از آنکه جوان با دقت و علاقه فراوان سخنان عالم فرزانه علم منطق را آموخت و در دریای عمیق التفات به آفریننده غرق شد، تصمیم گرفت بار دیگر به حضور استاد بزرگ علم کلام برسد تا از دانش او بهره‌ای تازه ببرد. با احترام و فروتنی وارد مجلس استاد شد. وقتی آموخته‌های ارزشمند خود را بازگو کرد، مشتاقانه درخواست کرد که بیشتر بداند. استاد بزرگ کلام با نگاهی سرشار از تحسین به او نگریست. گویی در نگاهش جوانه‌های درک و بینش را می‌دید. سپس با صدای آرام و اطمینان بخش چنین آغاز سخن کرد: هرچند ذات مقدس خداوند در نهایت پنهانی و فراتر از تصور و خیال ماست، اما وجود او به قدری آشکار و روشن است که هیچ عقل سالمی توان انکارش را ندارد و حتی نمیتواند به تردید دچار شود. اندیشه کن، چگونه ممکن است از ماده‌ای بی ادراک و فاقد شعور که هیچ آگاهی و تدبیری ندارد این نظام هماهنگ و بزرگ و این کتاب زیبا و پرمعنا پدید آید؟ لحظه‌ای سکوت برقرار شد، سکوتی آکنده از اندیشه های عمیق. استاد ادامه داد: هر کس حقیقت ماده را همان گونه که حکیمان و دانشمندان وصف کردند به خاطر آورد، در میابد که ماده نمیتواند حروف را کنار هم بچیند و معنا و نظم پدید آورد. اگر کسی اثر را بدون توجه به علتش به تصادف نسبت دهد، چنین پنداری از شأن عقل او دور است. تمام قوانین و رمزهای نهفته در عالم همچون نشانه‌های همیشگی وجود آن خالق بی همتا را آشکار می کنند و انسان خردمند را به حقیقت فرا می خوانند. چشمان جوان از درک تازه‌ای روشن شد. عرض کرد: استاد بزرگوار، با تکیه بر سخنان شما و آموزه‌های استاد منطق، یقین یافتم که وجود خالق حقیقتی بدیهی و آشکار است. بداهتی قوی که نیازی به استدلال‌های دشوار ندارد. گرچه او را با چشم نمی بینیم، اما نشانه‌های بیشمارش همه جا حاضر است. چنان که از هر سو نور وجودش بر ذهن و دل ما میتابد. حتی اگر کسی بخواهد روی بگرداند، باز نمیتواند چشم حقیقت را ببندد. استاد با لبخندی رضایت آمیز گفت: آفرین بر این ادراک زلال. بدان که حتی اگر کسی بخواهد وجود خالق را انکار کند، ناچار است در ذهنش به جای او ماده‌ای ازلی و واجب الوجود را بگذارد. تنها با این تفاوت که خدای دینداران آفریننده است، اما خدای منکران نامی تهی از معناست. برخی گمان می‌کنند چون حقیقت واجب الوجود را درک نمی‌کنند، پس چون این حقیقتی وجود ندارد. این انکار نه از نبود او، بلکه از ناتوانی در فهم است. میپندارند اگر چیزی را نفهمند پس نیست، در حالی که این نادانی از نشناختن حد و مرز عقل خودشان برمیخیزد، نه از نبود حقیقت. کمی مکث کرد و با لحنی آرامتر افزود: وقتی میگوییم خداوند فراتر از ماده و صورتهای محسوس است، یعنی همه معیارهای انسانی در برابر عظمت او ناتوان می شود. هیچ مقیاس و اندازه‌ای به ذات بیچون او راه ندارد. جوان سراپا گوش و اندیشه به سخنان استاد دل سپرده بود. احساس می‌کرد دریچه‌ای در جانش گشوده شده و نوری تازه بر تاریکی‌های ذهنش تابیده است.
اکنون برای او تردیدی باقی نمانده بود که خالق حقیقتی روشن و بدیهی است، حقیقتی که نشانه‌هایش از هر سو پرده از هستی برمی‌دارند. با دلی آرام و چهره‌ای روشن از اطمینان رو به استاد کرد و گفت: استاد، امروز حقیقتی را دریافتم که مانند خورشید در اوج آسمان می‌درخشد. حقیقتی بی نیاز از استدلال‌های دشوار. اکنون باور دارم که هیچ عقل سالمی نمی‌تواند وجود چنین آفریدگار بزرگی را انکار کند. استاد با نگاهی سرشار از مهر و لبخندی ژرف پاسخ داد: این همان درک حقیقی است که هر جوینده‌ای روزی به آن می‌رسد. تو به مرحله‌ای از بصیرت رسیده‌ای که سرمایه‌ای گرانبها برای زندگی و شناخت ژرف‌تر پروردگار خواهد بود. جوان با خرسندی و آرامشی که در چهرهش موج می‌زند از استاد خداحافظی کرد. در دلش احساسی می‌جوشید که گویی بارانی پربرکت از آسمان معرفت بر جانش باریده و جهانی تازه از معنا پیش رویش گشوده شده است.